تغییرات در زندگی به یک حساب میشه. مثلا اگر تو میخوای تغییرات بیاری، باید از گذشته خود تیر شیم، گذشته را فراموش کنیم، دین روز فراموش کنیم، یک نفر چیز گفته او را فراموش کن. صبح که از خواب خیستی مثلا تو باید بگی خدای شکرت، به خاطر که اگر نگویی تو مغز تو که از اتوماتیکلی تو را میبره به کجا؟ به گذشته میبره، به دین روز میبره. تو آینده تو را از دین روز جور میکنه. اونموز که مثلا ما تو میریم ولی یک جای هستیم پیش نمیریم. صحیح نه؟ از او خاطر که مهم است که مثلا دائم چی کنیم؟ از آینده را مثلا خوبش کنیم. چه رقم خوب کنیم؟ که صبح از خواب خیستی شکرگزاری کن، مثلا شکر کن که خدای مثلا دست دارم، پای دارم. این شکرانگی کس اینی را تو هم فقط مغز چیزش رایش تغییر میدی که دائم دورا میره، تو امروز در رای دیگه میاریشه دیگه. بسیار مهم است که مثلا در زندگی اگر میخوایم موفق شوین یا مثلا در هر سعی که باشه تغییرات بیارین، باید از شکرانگی شروع کنیم ان شاء الله.